سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم اقدام ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دادر اسمت اللهیف، خویش و تبار دلشاد کراسافچک تا حال در منصب‌های بلند کار میکنند. سفارت روسیه، مسکو در جستجوی نامزدهای دیگر به پرزیدنتی تاجیکستان نیست. مهاجر تاجیک فیروز سلیموف در اوکراین کشته شد، از او 4 فرزند یتیم ماند. نیروهای عموم باز با کفش‌های چرکین وارد مسجد شدند. رمضان قادروف رئیس امن در مسجد را حمله راهزنانه نامید. از ناچاری 8 سال حکم زندان به فرزندی که طفل نوزاد را از تولدخانه دزدید. و اکنون تفصیلات خبرها. خویشاوندان بانکدار معروف ربوده شده شورت اسمت اللهیف میگویند خویشاوندان سرکرده آدم ربایان دلشاد سیدمرادوف تا حال در حکومت در منصب‌های بلند دولتی کار میکنند. باور میرود که محض همین خویش و تبار بلند پویش هر دفعه که دلشاد سیدمرادوف را از مقامات حفظ حقوق برای یگان کمبودی از کار پیش میکردند، او را در یگان ساختار دیگر قدرتی و حتی در وظیفه بازم بلندتر به کار برقرار میکردند. حسن اسمت اللهیف مدیر مرکز تجارتی رودکی پلازا در مرکز شهر دوشنبه و برادر شورت اسمت اللهیف که از روز ربوده شدن برادرش در صحیفه خود در فیسبوک به عنوان آدم ربایان پیوسته لعنت و نفرین میفرستد، در یک مطلب خود با نشر عکس دلشاد سیدمرادوف به این مسئله، یعنی تا حال در منصب‌های بلند کار کردن خویشاوندان نزدیک سرکرده آدم ربایان تاکید کرده است. داغ سعودی حالت مخصوص حقوقی شخصی از طرف سعود برای صادر نمودن جنایت گناهکار دانسته شده و به جزای جنایتی محکوم شده می باشد که در ماده 84 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است. وقتی به کار دولتی گرفته می شود، شخص باید خودش و یا اینکه خویش و تبارش داغ سعودی نداشته باشند، صدقه وظیفه های دولتی کند. اولاد حرامه نوشته است حسن اسمت اللهیف. معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت اللهیف شام 23 میلیون سال 2023 تقریبا ساعت 22 دقیقه از نزد منزلش در کوچه زکریای روزی محله 8 مارت از مرکز دوشنبه ربوده به منزل در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزو بردند و آنجا او را چنان لطکوب و شکنجه کردند که ساعت 3 شب 24 میلیون جان داد. یکی از آدم ربایان رستم اشوروف که شام 30 میلیون در راه فرار به اروپا در فرودگاه کشینیوف 2 افسر ملدوان را کشته و خودش هم تیر خورده بعداً در بیمارستان جان داد. قبل از بازداشتش در صحبت تلفنی با مادرش اعتراف کرد که اسمت اللهیف را ما سیدمرادوف چنان زد که وی مرد. اشوروف گفت که آنها سپس مرده بانکدار را برده به دریا پرتافتند. جسد شورت اسمت اللهیف را تا حال پیدا نکردند. بعد این دلشاد کراسافچک از طرف تالار سیپ فرودگاه دوشنبه پرواز کرده است. بنا به اطلاع منبع پایگاه بامداد، او را در فرودگاه مسکو هم سبقان دانشگاهیش پیشواز گرفته به یک پایگاه شرکت خصوصی حربی شرکت واگنر به سرزمین‌های اشغال شده اوکراین فرستادند و احتمال می‌رود که دلشاد کراسافچک بعداً از اوکراین به یگان پایگاه دیگر واگنر برای مثال به بلاروس یا یگان کشور افریقایی انتقال داده می شود. سفارت روسیه در تاجیکستان روز 14 ایول سال 2023 اظهار داشت که مسکو در پی بررسی نامزدهای دیگر به مقام پرزیدنت تاجیکستان نیست. سفارت از یگان نشریه مشخص نام نبرد، ولی گفت اخیراً در یک پایگاه اینترنتی جمهوری خبر نشر شد که در مسکو گویا در پی بررسی نامزدها به جای امام علی رحمان شدند. روسیه همیشه برای اتحاد و مشارکت استراتژیکی با جمهوری تاجیکستان، همچنین به اصل حقوق بین المللی در مورد دخالت نکردن به امور داخلی کشورهای خارجی پایبند و صادق است. گفته می شود در اظهارات سفارت روسیه این در حالی است که جنگ روسیه به ضد اوکراین پایبندی مسکو به اصل دخالت نکردن در امور کشورهای دیگر را جداً زیر سوال قرار داده است. در اظهارات سفارت روسیه تاکید شده است که موج مطلب‌های فیکی به ضد روسیه که هدفشان بی‌آبرو کردن روابط سازنده کشور ما با اتفاقچیان و همفکرانش است تا به آسیای مرکزی هم رسیده است. در سفارت روسیه چنین می‌شمارند که
چنین مطلب را برخی رسانه‌های علایده بی‌وجدان که اکثرا از واشنگتن و دیگر کشورهای نودوست غرب معاش میگیرند با خوشی روی دست گرفته پهن میکنند. سفارت باز هم از یگان رسانه مشخص نام نبرده تنها اظهار امید کرده است که چنین مطلب ها را در تاجیکستان تنها با یک لبخند تمسخرآمیز قبول میکنند. سفارت روسیه تفصیلات دیگر نداده است و سبب نشر یک اظهارات ویژه در چنین موضوعی برای دایره های حاکم تاجیکستان روشن نیست، هرچند اگر این موضوع در دوشنبه تنها با یک لبخند تمسخرآمیز قبول میشد، گمان بود که سفارت روسیه پیرامون اون اظهارات علایده نشر نمیکرد. پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان که ماه اکتبر سال جاری به سن 71 میرسد، از سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز بر این جمهوری سابق شوروی آسیای مرکزی رهبری میکند. بار آخر او سال 2020 انتخابات پرزیدنتی دایر کرده زمان ریاست خود را تا سال 2027 که الکی به سن 75 خواهد رسید تمدید کرد. شهروند تاجیکستان فیروز سلیموف که ماه اکتبر سال 2022 زن و 4 کودکش را در شهر اکاترینبورگ تنها مانده اختیاراً به جنگ ضد اوکراین رفته بود کشته شده است. در این باره روز 14 یولی سال 2023 نشریه محلی اورا رو خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه فیروز سلیموف را در وطنش تاجیکستان به حکم می‌سپارند. همسفان او به اورا رو خبر دادند که فیروز با همیاروقانش زیر تیرباران قرار گرفتند. فیروز چند نفر را از میدان جنگ برآورد ولی خودش ترکید و جان باخت. او را در تاجیکستان دفن میکنند. تفصیلات دیگری کی و در کجای اوکراین کشته شدن فیروز سلیموف در دست نیست. همین رسانه اورا رو ماه اکتبر سال 2022 خبر داده بود که شهروند تاجیکستان فیروز سلیموف که زاده دوشنبه است و 10 سال آخر در شهر اکاترینبورگ روسیه در ساختمان کار میکرد، زن و 4 کودکش را در اکاترینبورگ مانده خودش اختیاراً به جنگ اوکراین میرود. فیروز سلیموف اون وقت به اورا رو گفته بود برای حمایت روسیه از دشمن به جنگ میرود. برای من این مسئله ناموس است. مرد باید وطن، پدر و مادر و زن و فرزندش را از دشمن حمایت کند. به همین خاطر من خود را همچون اختیاری نامنویس کردم. امروز همه ساکنان روسیه باید متحد شده از ولادیمیر پوتین پشتیبانی کنند، چون که ما امروز تاریخ را برای نسل‌های آینده می نویسیم. مثل بابایان ما که سال 1945 تاریخ را برای ما نوشته بودند. با چنین سخنان بلند اظهار نظر کرده بود فیروز سلیموف. او همچنین خبر داد که او را به بتالیون دسانتی هوایی قبول کردند. فیروز قبلا در ارتش تاجیکستان خدمت کرده رتبه سرژانت داشت. او همچنین گفته بود که تصمیمش اهل خانواده را ضیق و خواطر کرد ولی آنها از او پشتیبانی میکنند. خانواده فیروز سلیموف هنوز خبر مرگ او را شرح ندادند. روسیه 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله آورد و تا امروز 100 تن از زادگان تاجیکستان برای اشتراک در این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه عملیات مخصوص حربی مینامند و برای جنگ نامیدن آن جزا مقرر کردند سفربر شدند. در بین سفربر شدگان آن تاجیکانی هستند که شهروندی روسیه گرفتند، هم شهروندان خود تاجیکستان که با امید زودتر و آسانتر به دست آوردن شهروندی برای رفتن به جنگ راضی شدند و هم دهها محبوس تاجیکی که در محبس‌های روسیه هدای حکم می‌کردند و وعده گرفتند که بعد چندین ماه اشتراک در جنگ ضد اوکراین عفو و آزاد خواهند شد. تا امروز به حساب رسانه‌های BBC و مدیازون در جنگ ضد اوکراین از طرف روسیه از 47 تا 55 هزار افسر و عسکر کشته شدند. در بین آنها 10 تن از زادگان تاجیکستان از جمله تقریبا 30 محبوس تاجیک نیز هست. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در اینترنت ویدیوی نو رید نیروهای مسلح عمان در یک مسجد در کنار مسکو نشر شد. گفته می شود که این رید روز 14 یولی سال 2023 وقت نماز جمعه در مسجد شهر دشرزینسکی واقع در شهر مسکو در کنار شهر کاتلنیکی صورت گرفته است. روز 7 یولی باز هم در وقت نماز جمعه چنین رید عمان در مسجد کاتلنیکی صورت گرفته بود. در ویدیو دیده می شود که نیروهای عمان سلاح در دست و کاسک در سر وارد مسجد شده با کفش‌های چرکین خود بالای قالین‌هایی که مردم بالای آنها نماز می‌خوانند بی‌ادبانه قدم می‌زنند و هر نفری را که به این بی‌ادبی آنها اعتراض می‌کند می‌زنند.
ولی مسلمانان به آنها گردن ندادند و در نهایت مجبور کردند که از مسجد برآیند. اول کفش‌های خود را از پای بکشند و تن و بعد برای خود دوام دهند. شهرک کتیل که از میان ماه مای 2 ماه باز به میدان ریدهای دائمی امان تبدیل یافته است. این ریدها در پی مراجعت ساکنان محلی به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با شکایت از افزایش شماره مهاجران به خصوص تاجیک‌ها در کتیلنیکی بود. آنها از جمله خواستار بستن مسجد شدند که مهاجران برای ادای نماز خود در یک گوشه یک بنای عبدالقبته برای خود درست کردند. ساکنان میگفتند که در اینجا تا 1000 نفر برای نماز جمع میشوند و آنها برای گذشتن ماشین‌های خود جا نمی‌یابند. چند روز پیش در پی رید نوبتی عمان که روز 7 ایول نیز وقت نماز جمعه صورت گرفت، گروهی از نمازگزاران مسجد کتیلنیکی نیز به ولادیمیر پوتین مراجعت کرده خواستند که پیش روی قانون شکنی و تحقیر مسلمانان از سوی عمان را بگیرند. مسلمانان کتیلنیکی گفتند که چنین رفتار کارمندان عمان بر رضایت در جامعه و صلح و آرامی بین دین‌های گوناگون در روسیه ضربه سنگین میزنند. اما پلیس در اصابات خود تاکید کرده است که در جریان این رید در کتیلنیکی حدود 70 نفر برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت بازداشت کرده شدند. ریدهای افزاینده عمان به مسجدهای مسلمانان در اطراف مسکو به موج واکنش‌های شدیداً منفی در بین مسلمانان روبرو شده است. روز 7 ایول سال 2023 نیروهای عمان وقت نماز جمعه به مسجد شهر کتیلنیکی ولایت مسکو حمله آورده با کفش‌های چرکین خود بالای قالین‌های مسجد برآمدند. این قالین‌ها همچون جای نماز استفاده می‌شوند و باید پاک باشند. بی‌ادبانه بالای قالین‌ها پای ماندن نیروهای عمان و رفتار تحقیرآمیز آنها نسبت به نمازگزاران موج انتقادها را به بار آورد. در پی ریدهای اخیر عمان به مسجد شهر دزرژینسکی رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادروف با یک لعن تند رفتار پلیس را به باد انتقاد کشید و بی‌ادبی، حمله راهزنانه و اغوا در عقبگاه نامید. من رفتار غیر کسبی و پرخاشجویانه کارمندان مقامات حفظ حقوق را همچون اغوا در عقبگاه با مقصد خراب کردن پایدیوار صلح و آشتی بین ملت‌ها مینامم، نوشته است رمضان قادروف در تلگرام. بدون شک و شبهه چنین رفتار بی‌ادبانه و بدون احترام نسبت به نمازگزاران هنگام عبادت را یگان کس نمیتواند همچون یک امر معمول قبول کند. اگر کسی قانون‌های مهاجرت را ویران کرده باشد، مرحمت دقیق مشخصا و به طور کسبی تعقیبش کنید. چنین اعمال بدون رعایت مقررات بیشتر به حمله راهزنانه مانند است و باید جزا داده شود. افزوده است در مراجعتش رمضان قادروف. او گفت به وکیل دومای دولتی از چچنستان ادم دلیمخانوف دستور داده است که تا این مسئله را بررسی کند و دلیمخانوف علاقه با والی ولایت مسکو اندری ورابیوف رید جنجال برانگیز عمان را در میان گذاشته است. مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو گفت روز 15 ایول علاقه یک روز بعد حمله عمان به مسجد دژرژینسکی به داستان کل روسیه شکایت برده خواستار از لحاظ تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان تحقیق کردن رفتار عمان شدند. سخنگوی مفتیات ولایت مسکو استانیسلاو تکاریوف به کانال پادیوم گفت دادستانی کل تا حال به این شکایت‌های آنها پاسخ نداده است. نیروهای قدرتی به عبادتگاه حمله آورده کوشش کردند که مانع برگزاری نماز جمعه یک نماز برای مسلمانان فرضی شوند. آنها با کفش‌های خود قالین‌های مسجد را زیر پا کردند که طبق قوانین اسلام کاملا ممنوع است. قانون‌های کنستیتوسیونی مسلمانان را پایمال کرده در جامعه گوناگون ملت و گوناگون دینی روسیه تشنج ایجاد می‌کنند. رهبر جمهوری نیز مسلمان نشین داغستان روسیه سرگئی میلوکوف اظهار امید کرد که به رفتار کارمندان نهادهای قدرتی بهای لازمه داده خواهد شد. روزگوارد که امور عمان نیز در دست همین نهاد است. چنین واکنش تند و دخالت رهبران جمهوری مسلمان نشین روسیه به خصوص رهبر چچنستان رمضان قادروف که به کرمل و جمله به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نفوذ تاثیر را دارد انتظار نداشتند و به صورت فوری توسط وکیل خود در دومای دولتی الکساندر خنشتین اعلام کردند که گویا رید اخیر در مسجد شهر دژرژینسکی کار عمان نبود، اما اکثر این را همچون کوشش روزگواردیا و عمان برای فرار از جوابگری می شمارند. اگر این سلاح بدستان با نوشته عمان در پشت هر کدامش از عمان نبودند، پس این ماسکش‌های اغوا برانگیز را در کنار پایتخت روسیه کی تشکیل کرد؟ نخود اینها دیورسانت‌ها از اوکراین بودند که لباس عمان را پوشیده
این کار را کردند. بوکینویا می نویسند در شرحهای خود مسلمانان به خشم آمده ساکنان روسیه. دادگاه نویه خراسان ولایت ختلان خبر داد که ساکن نویه عبدالرحمن جامی عایشه شریپووا بر اساس قسم دوم ماده 130 بند 10 کودکس جنایتی تاجیکستان در کودکربایی گناهکار شناخته شده به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم شد. بر اساس حکم قاضی پرونده رحمانزاده شهروند شریپووا با سبب فرزنددار نشدنش در نزد خود مقصد گذاشته است که طریق پنهانی از شعبه تولدخانه نویه عبدالرحمن جامی غیر قانونی یک نفر طفل نوزاد را ربوده صاحب فرزند شود. برای عملی نمودن نقشه تعریض کردهش ماه فوریه سال 2022 توسط تلفن موبیلی به شوهرش عاید حامله شدنش خبر بر دروغ داده، من بعد مدت 9 ماه در زیر لباس تنش در قسم شکم لطه و هر گونه متاع بسته خود را برای اطرافیان همچون حامله وانمود کرده است. سپس برای اجرای نقشه تعریضی نمودش بیگاه 23 سپتامبر سال 2022 به شعبه تولدخانه نویه جامی آمده از رفتن نوبدار استفاده برده در حال با روی تریزه وارد دالان شعبه تولدخانه شده. سپس به یکی از حجره‌های نزدیکترین یعنی حجره طبابتی وارد شده کودک نوزاد را ربوده با خود برده پنهان کرده است. صحنه 30 سپتامبر سال 2022 در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی طفل نوزاد در حالت خوب سلامتی دریافت کرده شده به مادرش برگردانیده شده است. این قضیه سال گذشته سر و صدای زیادی را به پا کرده موج واکنش ها را به بار آورده بود. برخی رفتار این زن را محکوم کردند، برخی دیگر می گفتند که وضعیت او را درک کردن ممکن است، چون که عایشه شریپووا به گفته خودش از ترس آنکه شوهرش او را برای بی فرزندی طلاق می‌دهد و به خاطر از طعنه اطرافیان راییدن دست به این کار زده است. اون وقت گفته میشد که مادر کودک رخشانه رامونووا ساکن نهای گلستان نویه جامی هنگام دزدیدن طفلش در شعبه ریانیماسیا در حالت وزنین قرار داشته است و تا چند روز از دزدیده شدن طفلش خبر نداشت. دزدیدن طفل نوزاد در تاجیکستان حادثه خیلی کم نظیر است. قسم دوم ماده 103 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای کودک ربایی از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. در پایان سال 2021 یک زن 29 ساله را با اتهام دزدیدن کودک شیرمک از درمانگاه طبی شهری رقم 13 یا سابق پلیکلینیک رقم 1 شهر دوشنبه دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی سامانه بامداد احمدووا نگاره رستموونا سال تولدش 1992 زاده دهه کمپیرقلعه جماعت چهارتپه نویه رودکی که در اسار شفر کرده بود به سبب دیر باز کودکدار نشدنش به خاطر از طعنه اطرافیان راییدن دست به این کار زده است. نگاره احمدووا آن کودک را خودم نو تولد کردم گفته به خانه‌اش به اسار برده است و به شوهرش که در روسیه در مردکاری قرار دارد نیز زنگ زده خوشخبر رسانیده است که ببین چه کودک زیبایی برای تو به دنیا آوردم. مردم از اصل واقعیت تنها وقتی خبردار شدند که کارمندان پلیس صبح 1 دکامبر آمده به دستان نگاره احمدووا زولونه زده او را بردند و کودک را به مادرش سپاریدند. روز 15 ایول سال 2023 در شهر کودروو ولایت لنینگراد روسیه که در کناره‌های شرقی شهر سنت پترزبورگ جایگیر شده است بین مهاجران از تاجیکستان زن و زنی و تیرپرانی صورت گرفته. یکی از اشتراکچیان در جریان این مناقشه 3 نفر دیگر را زخمی کرده است. پایگاه خبری محلی پترگراد خبر داد که در رابطه با این زن و زنی که در کوچه انگلیس که رخ داد بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 1 ماده 105 با اتهام سوءقصد به آدمکشی پرونده جنایتی گشودند. بر اساس این بند قانون به تاجیکی که به طرف 3 هموطن خود تیرخوری کرده سپس از جای حادثه فرار کرد همچون جزا تا چند سال زندان تهدید میکند. بنا به اطلاع پترگراد معاین کرده شده است که شام 15 ایول در کوچه انگلیس که 3 مهاجران سنشان 47 24 و 23 ساله با یک مرد 30 ساله نیز زاده تاجیکستان که الکی شهروندی روسیه را گرفته است مناقشه کردند. مرد 30 ساله با اون 3 نفر جراحت‌های وزن جسمانی رسانیده است و هر 3 را در بیمارخانه بستری کردند. تفصیلات دیگر این حادثه در دست نیست و درباره سبب مناقشه بین زادگان تاجیکستان در کودروو نیز چیزی گفته نشده است. وضع سلامتی مهاجر در بیمارستان بستری شده و مشخصاً چه جراحت‌های برداشتن آنها نیز معلوم نیست
روشن نیست که آنها در نتیجه لطکوب آسیب دیدند و یا در جریان تیرپرانی. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها با اشتراک مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 17 ایول سال 2023 از انجام تفتیش پیشکی و با تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپرده شدن پرونده جنایتی مدیر شرکت ساختمانی احمد ساختمان خورشید جان نظروف خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح این پرونده گفت نظروف خورشید جان عبدالرحمانویچ در وظیفه دیرکتور جمعیت دارای مسئولیتش محدود احمد ساختمان کار کرده در دوره فعالیت کاریش با استفاده وکالت منصبدار ضمن انجام دادن کارهای تعمیر و ساختمانی بنای شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی در اساس سپارشنامه‌های پولی قصداً و برای ساختکاری خدمتی جمع مبلغ 272,043 سامانی را بر زیاد نشان داده مبلغ مذکور را تصرف نموده است که در نتیجه به دولت ضرر کلان مادی رسانیده است. خورشید جان نظروف بر اساس قسم 4 ماده 245 به تصرف مبلغ به مقدار مخصوصا بزرگ و بر اساس قسم اول ماده 340 به ساختکاری حجت‌ها عیبدار می شود. به خورشید جان نظروف برای تصرف 272,000 سامانی در جریان ترمیم بنای شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت تاجیکستان بر اساس قسم 4 ماده 245 همچون جزا و جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای حسابها یا از 10 تا 15 سال زندان تهدید می کند. تفصیلات دیگر این پرونده نشر نشده است. خود خورشید جان نظروف برای شرح قضیه دسترس نیست. لایحه‌های ترمیم و ساختمان انشاءات دولتی در تاجیکستان از رشته‌های خیلی فساد زده به شمار می رود. تاجیکستان نیز اصلیات سطح کروپسیا در بین دولت‌های از همه فساد زده دنیا قرار دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 17 ایول سال 2023 خبر داد که نجات بخشان این نهاد تنها در پی 2 روز جستجو توانستند جسد یک ساکن 12 ساله شهر ایسار را که روز جمعه در کانال کلان ایسار غرق شده بود پیدا کردند و از آب بیرون بیارند. بنا به گزارش نشر شده روز جمعه 14 ایول یک کودک 12 ساله ساکن شهر ایسار هنگام آببازی در کانال کلان ایسار غرق شده است. این کانال از داخل این شهر واقع در تقریبا 25 کیلومتری غرب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان می‌گذرد. برای پیدا کردن جسد این کودک غرمرگ عملیات جستجو با جلب نجات بخشان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده برای انداخته و تناسب 16 ایول بعد 2 روز جستجو در نتیجه برگزاری کارهای مرکب جستجویی جسد کودک را پیدا کرده از آب بیرون کشیدند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در رابطه به مرگ این کودک به نزدیکان او صمیمانه اظهار همدردی کرده بار دیگر از والدین خواسته است که کودکان خود را بی‌نظارت نگذارند و به آنها دائم درباره عاقبت‌های رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام آببازی و عاقبت‌های آببازی در مکان‌های ممنوع صحبت کنند. از اول سال جاری در تاجیکستان علاقه حدود 80 نفر غرق شدند که بیش از نصفشان را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.